هرچی ساندویچ مرغ و قارچ خوردی بذار کنار و اینو درست کن که بی‌نظیره. چالش ساندویچ های جذاب و خوشمزه روز 4. سینه مرغ رو به همراه پیاز، نمک، فلفل سیاه و آب روی حرارت بذارید تا بپزه. قارچ های خرد شده رو توی تابه بریزید. بعد از اینکه آبش کشیده و سرخ شد از تابه خارج کنید. پیازهای خلالی خرد شده رو داخل همون تابه تفت بدید. ادویه ها رو اضافه کنید. رب گوجه رو بریزید. بعد از اینکه رب تفت خورد یه مقدار کم آب بریزید و قارچ رو داخل تابه برگردونید. سینه و فیله های مرغ رو که پخته شد به این شکل که میبینید با چاقو خرد کنید و به مواد اضافه با هم بزنید. بعد از اینکه کاملا مخلوط شد به 2 یا 3 قسمت داخل همون تابه تقسیم کنید. روی هر قسمت پنیر ورقه‌ای چدار یا گودا بذارید. یه مقدار آب بریزید. درب تابه رو ببندید تا به حرارت خیلی کم پنیر آب شه. برای سس ساندویچ جعفری، خیارشور رنده شده، پیاز خرد شده و سس مایونز و نمک رو با هم مخلوط کنید. برای این ساندویچ بهتر از نون برگر استفاده کنید. یه قسمت از مواد گوشتی، گوجه، سس خوشمزه و در آخر داخل دستگاه یا تابه به این شکل می‌بینید با یه جسم سنگین گریل کنید. حواستون باشه با حرارت کم انجام بدین که نونها نسوزه. یکی از پروپیمون ترین ساندویچ هایی که اگه درستش کنی عاشقش میشی همینه.